بنا به خبرهای رسیده، زن و زنی خونین شام هفتم آگوست سال 2023 هنگام آب‌بازی در کول در کنار شهر وسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه در تقریبا 20 کیلومتری شمال و شرقی شهر سنت پترزبورگ که باعث هلاکت یک شهروند تاجیکستان و زخمی شدن 3 تاجیک دیگر شد، بین مهاجران تاجیک رخ داده است. مقامات حفظ حقوق ولایت لنینگراد روز 2 آگوست از بازداشت یک شهروند 26 ساله تاجیکستان با اتهام دست داشتن در کشتار یک هموطنش و زخمی کردن 3 هموطن دیگرش خبر دادند. این جوان را تفتیشات یکی از سببگاران زنوزنی خونین شام دوشنبه 7 آگوست در لب کول بوگروو در کنار وسیولسک می شمارند. نام جوان دستگیر شده نشر نشده است، ولی گفته می شود که او از سال 2013 در پترزبورگ به سر می برد و در تجارت خصوصی داشت. او را حالا در تحقیقگاه محکم کردند و مسئله بحث پیشکی گرفتنش در دست بررسی قرار دارد. قبلا درباره بازداشت 40 نفر در محل زنوزنی در وسیولسک و از کارد و سلاح آتشفشان جراحت برداشتن 3 نفر ساکن 36 ساله پترزبورگ و 2 شهروند 33 و 30 ساله تاجیکستان خبر رسیده بود. بعدا معلوم شد که یک شهروند 43 ساله تاجیکستان که نیز در زنوزنی مجروح شده بود جان داده است. روز 2 آگوست رسانه‌های محلی ویدیوی در محل حادثه ثبت کرده یکی از شاهدان را نشر کردند. در ثبت دیده می شود که همه اشتراکچیان زنوزنی در نزد کول بوگروو با یکدیگر به زبان تاجیکی صحبت می کنند. طوری قبلا خبر دادیم شام 7 آگوست سال 2023 در نزد کریر بوگروو در کنار شمال شهر وسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه با اشتراک 2 نفر از جمله مهاجران از تاجیکستان زنوزنی گروهی با کارزنی و تیرپرانی صورت گرفته است.